صبح بخیر. ساعت 4:21 است. باشیم بریم با هم سر کار. رفتم آماده شدم که با هم دیگه بریم سر کار. شاید از خودت بپرسی کی حال داره سر صبح انقدر آرایش کنه. منم از همون آدماییم که اصلا حال ندارم آرایش کنم و این کارو فقط به خاطر امروز کردم. دارم میمیرم از بیخوابی. محل کارم خیلی به خونم نزدیکه، ولی امروز ترجیح دادم که با ماشین برم چون که داره بارون میاد. باشیم بالاخره ببرمتون سر کار. بریم سوار ماشین و بریم دیگه. اینم از ماشین خوشگل من زیر بارون. بچه‌ها جاتون خالی؟ میخوایم با هم دیگه بریم سر کار. باید خشکش کنم، داره بارون میاد. اینم از من که دارم توی یه روز بارونی میرم سمت بیکری، محل کارم. عاشق بارونم، خیلی دوستش دارم. بچه میبینین هیچکی تو خیابون نیست، هیچکس تو خیابون نیست، فقط منم و شوهرم که اون جلوه. همیشه هر روز صبح منو میرسونه، خدا رو شکر که هست. خب دیگه منم رسیدم بیکری. الان باید پیشبندم و تنم کنم و اینکه همکارم تا یه 5 دقیقه دیگه احتمالاً برسه. اینجا فرمونه، خود این چراغ هم به صورت اتوماتیک روشن میشه. اینجا هم که میبینید پشت صحنه کارامونه. میایم اینجا، اول در فریزر رو باز میکنیم و یه سری چیزای یخ زده رو در میاریم که بذاریم آب بشه. مثل این جبه این بیکری یه بیکریه که زنجیره‌ای و 100 ها شعبه داره. دستکش نکردم دستم. برای که ما اینجا توی این بیکری یعنی خمیر ورز نمیدیم، این خمیرها آماده میاد اینجا و ما اینجا میپزیمشون. و اینکه یه سری نونای بزرگ هم دارن، اونا دیگه مستقیم از کارخونه میاد، نیازی نیست ما اینجا چیزی رو بپزیم. توی هر سینی هم 6 تا قرار میدم. اینم که میبینین همکار منه که تازه وارد شده. Morgen. Dankeschön. Kannst du صبح بخیر sagen? صبح بخیر. بهتون گفتم الان تو فره داره آماده میشه. بعد اینا پنیریشه، پنیر گودا میذاریم روش میپزه. الان امروز 50 تا از این سفارش داریم. یه دونه مدل دیگه هم هست که نمکیه که بهش میگن زالتسبرتزل. بنده خدا داره کار میکنه، من دارم دیدیم. اونایی که از کارخونه مستقیم میاد، اینا خمیره بچه‌ها. اینا دیگه ما اینجا نمیپزیم. اینا هم که میبینید روزنامه است. خیلی بامزه است، هنوز روزنامه میخرن مردم. میکروفون کردم ولی میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. بعضی وقتا یه سری چیزای اینجوری میمونه، ما باید اینو وارد سیستم کنیم که این خراب بوده وقتی رسیده. الان همکار عزیزم داره قلب درست میکنه. عزیزم قلب چرکه درست. 50 تا با نمک، 50 تا با پنیر آماده شدن. اونجا که میبینین همه چی آماده کردیم. بچه همه این ساندویچ ها رو خودمون حاضر کردیم. نگاه کنید چقدر خوشگلن. بعد هر کدوم دستورش رو خواستیم بهتون میگم که چجوری درست میشه. هم خوشگلن هم خوشمزه. قیمتشون هم اینجوریه دیگه، مثلا 4 یورو 73 و 75. شبیه ساندویچ های توی کارتون های بچگیامونه. بچه ها اینا همون نونایی بود که بهتون نشون دادم که خمیرش از قبل میفرستم و فقط ما باید اینا رو توی فر بپزیم. اینا هم
یه نونیه که روش پنیر گودا روش میذارن، بعد همون جوری میپزنش. خیلی خوشمزه است. شما توی خونه هم میتونین انجام بدین. Morgen, bitteschön. Ich wollte ganz zwei hier. Das war's schon. Tschüss, schönen Tag noch. Oder Durud. Kannst du Durud sagen? درود. Sag nochmal درود. Durud. درود. بهش یاد دادم. بچه الان توی تایم استراحتی. Arbeit ist fertig, sag. Jetzt wir machen Frühstück. کارمون تموم شده و الان داریم صبحونه میخوریم و مثل سگ داریم از خستگی میمیریم. Bye bye.